بفرما خانوم. دوباره بهت تذکر ندم ها. همه چیزایی که گفتم و خوب تو گوشت بسپار. بله به عجب خونه زندگی، چه تشکیلاتی داره این مرتیکه بود. نه اینجا رو نگاه. به اگه مهندسیتون تموم شد تشریف ببرین سر جاتون بشینید. بله بفرما. بله تا کی میخوای یاد بگیری؟ بفرما شما بفرما. خسته نباشی. قربان خوش آمدید. میگم شما این ماشین هم حیف دادی دست این مردی که این رانندت اصلا رانندگی بلد نیست. والا این بده خودم گواهینامه پای 3 دارم درجه 1. چشم، منتظر دستور شما بودم. بله. اینا کجان؟ مهمون دعوت میکنن، نه میان استقبال آدم، نه اینجان. به به، خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خوشحالمون کردید. بفرمایید، خواهش میکنم. جالبه. بله. جناب متی و مامی جسی، واقعا افتخار دادید و دعوت ما رو پذیرفتید. البته جسی جون، شما که دیگه مهمون نیستید و اینجا متعلقه به خودتونه. اما جناب متی جالبه. با اون که مدت زیادی نیست از آشناییمون با ایشون میگذره و افتخار اینو داشتم چند باری در خدمتشون باشم، متوجه شدم چقدر خاکی و خودمونی هستن. جالبه. چقدر بیشیله پیله و بیریا. جالبه. تازه با فرهنگ و رسوم ما هم آشنایی کامل دارن. جالبه. پس بفرمایید قربان، از خودتون پذیرایی کنید تا منم برم بساط منقل و کبابا آماده کنم. جالبه. البته بچه‌ها از قبل همه کارا رو کردن، من فقط یک مدیریت کوچیکی میکنم و میام خدمتتون. بفرمایید. خواهش میکنم. مجتبی جان. جانم مامی جسی. پس مرجی جون کجان؟ جالبه. نمیخواد تشریف فرما بشه. از دیروز تا حالا 100 بار به من زنگ زده که مامی جسی جون یادت نره فردا حتما بیا یا جناب مکی رو هم با خودت بیار. جالبه. خب ما اومدیم امروز دیگه. کو عرض میکنم خدمتتون. بله. این مامی جسی راست میگن، واقعا خواهر خوبی داری. جالبه. جالبه. جسی جون، شما که مرجانو بهتر از من میشناسید، اون همیشه از کارهای کم عقبه. جالبه. البته شما خودتون یک زن هستید و میدونید که خانوم ها زمان بیشتری میخوان تا آماده بشن، ولی از سایه صداش میکنم برسه خدمتتون. جالبه. تا یادم نرفته جناب متی، ما امروز براتون انواع نوشیدنی ها رو تدارک دیدیم، سرد، گرم. بفرمایید قربان. اگر میل داشتید دریغ نفرمایید. بفرمایید. جالبه. من اهل این چیزا نیستم. جالبه. بابا این مرتیکه چیه؟ جالبه. والا چی جالبه؟ بیا برای گم شو بابا. چی کار داری میکنی؟ من هیچی. این چیز گفت که این چیزه. بشین سر جان. دختره انگار میخواد بره عروسی، طول میکشه حاضر شه. انگار نه انگار تازه باباشو خاک کردن. میگم حالا تا اینجا که اومدیم با اجازهتون یه فاتحه برای شادی روح این مرحوم بخونیم. بخونیم دیگه. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. چی کار داری میکنی؟ مرد که گدا گشنه، بشی سر جات ببینم. صدق الله العلی العظیم. گفتیم یه فاتحه بخونیم. ببینم آخر با این خنگ بازیات میتونی کار دستمون بدی و تمام نقشه هامون رو نقشه براب کنی؟ بهت گفتم مشروبات الکلی، تریاک، قرص، هر کوفت و زهر ماری که تو رو از خود بی خود میکنه اکیداً ممنوع. بشین یه گوشه گوشاتو باز کن ببینم میتونی سر از نقشه هاشون در بیاری یا نه. بعدشم مهمتر از همه این زنی که مرجان، چی کار داری بهش؟ هی مثل مرغای عاشق چیک 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 تکلاتون تو هم دیگه. خب 2 روز تازه شناختیش. بدبخت نگاه به این ناز و اداها و لوند بازیاش نکن. شیطون هم درس میده.
مار 7 خطیه که بیا و ببین. میبرتت لب چشمه، تشنه خشک خشک برت میگردونه. فکر کردی چیزی ازش بهت میماسه؟ ها، کور خوندی. میگم شما عصبی میشید همچی یه نمه جذابتر میشی شیطون. آدم دلش میخواد بیاد از اون لبا. خفه شو ببینم. برو بشی مرد که هیز. برو بابا به والله تو از این کشیش مشیشا و آخوند ماخوندا بدتری. والله آخه اینم شد زندگی که تو ساختی برای ما. آخه چقدر تو سفتی زن. یه خورده شلش کن حالشو ببر. آخه اینم شد زندگی. نه این شد زندگی. نه بنوش نه بخور نه هی هرچی چی بهت نمیگم مرچه دهنت در میاد میگی. برو چی سجاد. بهت گفتم تا نقشم به کرسی نشینه و سر از کار این بی پدرها در نیارم و به حقم اونجوری که میخوام تمام و کمال نرسم تو هرچی که من میگم باید گوش بدی. مگه ما با هم قول و قرار نذاشتیم؟ گفتم کار اقامت تو انجام میدم. الانم تا حدودی پیش رفته. بعدشم ببینم مردک کیه که قلمبه داره از من پول تو جیبی میگیره ها؟ دیگه چه مرگته؟ چی میخوای؟ گفتم اگه بتونم حقم از اینا بگیرم و کمکم بکنی یه شیرینی توپ پیش من داری. بعد برو هر جوری که دلت میخواد حال هول کن. چیه؟ نکنه میخوای دوباره برگردی تو این قبرستون و کلیسا میلیسا ها ادای به اصطلاح خادمای خدا رو در بیاری دلغک. تو که هنوز وقتی چراغ روشن میشه صلوات میفرستی و فکر میکنی متیوس و پالوس امامای 13 و 14 و بودو میری به اون صلیب دخیل میبندی فکر میکنی امامزاده است. اینجوری میخوای نشون بدی که مثلا مسیحی شدی؟ فکر میکنی اونا هم اینقدر احمقن که اونجا نشستن حرفای تو رو باور میکنن دو دستی هم پاس و تقدیمت میکنن؟ باشه حتما. اصلا اینجوری ها که شما میفرمایی نیست. اینا میخوان ما بریم اونجا به عیسی مسیح رأی بدیم که ما هم میریم میدیم. والا بعد تظاهرات هم میریم 4 تا شعار هم میدیم. بعد تازه اونجا میریم آواز میخونیم هاللویا هاللویا. یک حالی میده این هاللویا. شما بیا یه بار امتحان کن. بعد آخر کارم این پاسو میدن اینجوری میذاری تو جیبت حالشو میبری. والا ای خاک بر اون سرت که آ رو از به تشخیص نمیدی. اون وقت گره کار ما افتاده دست تو. من چقدر بدبختم. من چقدر بدبختم. خدا بگم میرزاده چی کارت کنه. ببین ما رو انداختی تو چه مخمسه ای. هی بهش گفتم قربونت برم وصیت نامتو آماده کردی؟ گفت آره هانی تو اصلا قصه نخوری ها. آب تو دلت تکون نخوره. تو کامو بده بیاد. کامشو که میگرفت دوباره روز از نو روزی از نو. آش همون آش و کاسه هم همون کاسه. مگه مردک ما با هم قول و قرار نذاشتیم؟ پس گون وعده وعیدای خیالیت. پس گون وصیت نامه کذاییت. آخ آخ آخ. میگه که کامی کام میگرفته داری دام میگرفته. اما مثل این که بعد کام میگرفته. میگم شما بیا از مال من یه کام بگیر. بله؟ من قول از این چیزم از این پیپم از پیپم یه کام بگیر. گم شو مرد که علنگ قرتی. بابا این گفتم فضا عوض بشه. مسخره. عجبا. خدایا من چجوری تو کله پوک این فرو کنم؟ دنبال چی میگردی؟ بفهم. جون کی قسمت بدم؟ جون کی قسمت بدی؟ جون مرجان جون. ای زهر مار من میگم به این دختره کاری نداشته باش جون مرجان جون. خیلی خوب جون همون مرجان جونت. بله بفهم. آقا من چطوری به تو حالی بکنم که طبق اون نقشه هامون پیش بری؟
نه اینکه هر کاری که خودت دلت میخواد. من نوشتم دادم حفظ بکنی. جان هر کی دوست داری متی، خواهش میکنم. بله. ببین اصلا بیا یه کار دیگه کنیم. بخواد. من قول میدم بعد از اینکه همه چی جور شد و حقمو از اینا گرفتم 2 برابر بهت بدم. واقعا میدی؟ چی کار کنم دیگه؟ سگ خور. خب خوبه امشب یه برنامه بذاریم همچین. مرتی که مزخرف منحرف، من منظورم پوله. تو کجا مغزت میچرخه؟ گفتم حقمو از اینا گرفتم، پول بهت میدم. بعدش برای یکی مثل خودت مشنگ پیدا کن، هر جوری که دلت میخواد باش حال و هول کن. پول بابا، پول به چه کار من میخوره؟ هر چی میشه زود میگی پول پول. بابا این شوهرت این همه پول داشته، این خونه، این زندگی، اون ماشین، کارخونه، فلان اینا، الان کجاست؟ نه الان کجاست؟ زیر خروارها خاک. والا پول به چه کار من میخوره؟ هر چی میشه زود میگه پول پول. خب اگه پول نمیخوای پس چی میخوای فلک زده؟ من چی میخوام؟ بله من تو رو میخوام، اونا رو نمیخوام. من فقط میخوام این آغوش گرم تو رو داشت. چه غلطا! برو ببینم یه وقت گرمیت نکنه آقا. چیه؟ فکر کردی که حالا که کشکی قلمبه افتادی تو ظرف طلای عسل میتونی بخوری بری آبم روش؟ نه خیر، کور خوندی. من زن کامی شدم، دختری و آرزوهامم دادم رفت. چرا؟ چون وضع مالیش خوب بود. اون در ازاش چی کار کرد؟ سر تا پامو طلا گرفت، نذاشت آب تو دلم تکون بخوره. بهترین غذاها تو بهترین رستورانا، بهترین لباسا از بهترین برندا، یه ماشین آخرین مدل با یه راننده شخصی در اختیارم، یه ویلا که تهشو نمیتونی از بزرگی ببینی. حالا عشق نبود که نبود، درکم نمی کرد. به درک. اختلاف سنی داشتیم، به جهنم. اما خوش که بودم، راحت که بودم. حالا هم بعد از گور به گوریش حقمو میخوام، همین. وگرنه تو فکر کردی من اینقدر ساده و ارزون و بدبختم که هر کی از راه میرسه بگم بفرما؟ نه جونم، همچین خبرایی هم نیست. بعدشم این که میگی شوهرم کلی مال و منال داشت و به پای من ریخت و آخرش هم مرد، خب چرا اینو نمیگی؟ منو هم که داشت، یه زن جوون ترگل برگل. خب زندگی همینه دیگه، نمیشه که هم خر داشت هم خورما. خب منم همینو میگم که میگم این کامی حداقل حالشم برد. والا برو بابا، چه حالی، همش تو مغز هم دیگه و جنگ عصا. چی میشد یه شبی، یه نیمه شبی ما میخواستیم به همدیگه نزدیک بشیم، به ساعت نرسه دوباره تو مغز و اعصاب همدیگه بودیم. اگه این اسمش حاله، توف بگو هرچی حاله. نخواستم بابا. چیه؟ دیگه بلبل زبونی نمی کنی؟ دیگه جواب تو آستین نداری واسه من همجوری بریزی بیرون؟ بابا بذار تو حال خودم باشم. حالا چی شده؟ ببین متی، الان وقتی این مسخره بازی ها نیست، الان اینا سرکلشون پیدا میشه. ولم کن، میخوام تو حال خودم باشم اصلا. اوکی، من درد تو رو میدونم. خیلی خوب، ببین ناامید نباش، بیا اینجا برگرد بگم دیگه. خیلی خوب بابا، این حالا خودتو لوس نکن الان تو این گیری بیری. ببین اگه همه کارا ردیف بشه و همه چی اوکی. خیلی خوش اومدی مرجان جون، ببین کی اینجاست.
مامی جون شما که دیگه میزبانید و هیچ، ولی متی جون جانم خیلی عزیزم از دیدنت خوشحالم. مرجان مرسی جون که بازم افتخار دادی و تشریف مرسی متی جون. چه روژ خوش رنگی زدی خانم عزیزم. ای جانم ای جانم متی جون چه اتکلان خوشبویی زدی عزیزم. متی جون خجالت هم نده، بفرمایین بشینین. چرا چیزی میل نکردی؟ من خودم برات میریزم عزیزم. فکر کنم این خیلی خوب باشه. میگم من اصلا فکر نمی کردم این آقا با اینکه لندن بزرگ شدن ها میتونن انقدر خجالتی و تعارفی باشن. بیا عزیزم بخور گلو تازه شه. مرسی البته اون چیزی که تو رگ و خونه ماست هیچ وقت عوض نمیشه. چی شد؟ مرجان جون مهدی آقای متی با مشروبات الکلی اصلا میونه خوبی ندارن. دفعه پیشم بعد از مراسم نزدیک بوده که راهی بیمارستان بشه. آره عزیزم. صبر کن ببینم تو اصلا اینا رو از کجا میدونی؟ تو که گفتی متی جون بعد از مهمونی رفت هتل. میگم نکنه خبراییه و ما ازش بیخبریم. نه قربونت برم چه خبری؟ خودش فردای اون روز زنگ زد برای من توضیح داد که شبش حالش بد میشه، به رسپشن خبر میده، به رسپشن هتل، بعد اونا هم زنگ میزنن آمبولانس میاد بالا سرش. وگرنه من چه کاری دارم با جناب متی؟ من فقط جناب متی رو واسه روشن شدن بیگناهی اونم برای یه تایم کوتاهی استخدام کردم. قربونت برم. تو که میدونی پشت سر من بیچاره خیلی حرف و حدیثه که خدایی نکرده سر شوهر بیچارم بلایی آوردم. البته پلیس چند تا مظنونی رو هم پیدا کرده که متاسفانه خودت تو هم جز بشی. بعد از اینکه جناب متی بیگناهی منو ثابت کردن برمیگردن شهرشونو به زندگیشون اونجا ادامه میدن. بعدم مرجان جون من تا اونجا که میدونم جناب متی متأهلم هستن، فقط حلقه‌شو امروز مثل که تو هتل جا گذاشته. نه متی جان؟ میبینم که برعکس همیشه که شما از همه چی زودتر مطلعید، این بار ولی کم آورد. چطور؟ من و متی جون دیروز کلی با هم درد و دل کردیم، گل گفتیم و گل شنفتیم. چه غلطه؟ متی جون مرسی عزیزم. برعکس گفته های شما اصلا هم ازدواج نکردن و تازه دوست دارن به شهر ما و خونه راحت و بزرگ ما هم نقل مکان کنن. شغلشون هم طوریه که همه جا میتونن ادامش بدن. چه غلطه دختر بی‌حیا. متی اگر قرار باشه جایی هم بمونه تو خونه من که خیلی از اینجا هم بزرگتره میمونه. خونه من؟ مامی قلابی؟ ببین تو خودتو با 1000 حیله و کلک تو خونه ما جا کردی، بعدش هم که سر پدر بیچاره ما رو کردی زیر آب. حالا میخوای صاحب مال و اموال ما بشی؟ کور خوندی خانوم. خونه تو یه سلوله چند متری توی زندونه. من سر کامی رو کردم زیر آب؟ تو اون برادر چلقوزت بودید که همش با اون بنده خدا سر مال و منالش دعوا مرافع داشتی. بیچاره همش هم میگفت آخرین نمک نشناسا منو سکته میدن. شما بودین که این اواخر همش به بهونه اطمینان از خوردن قرص فشار، خون، چربی، نمیدونم کوفت و زرمار دور برش میپلکیدی. خانم اینجا ببینم پلیس از تو کیف تو قرصای خواب جور و جور پیدا کرده. ببین اونا فقط منتظر یه مدرکن تا بندازن تو هلوفتونی. بیچاره اینو هم بگو که پلیس از جیب برادر نازنینت لوله تریاک پیدا کرد و توی آزمایشش کلی مورفین دید. بیا اینجا ببینم. خانوم‌ها چه خبرتونه؟ این چه قشقرقی راه انداختین؟ صداتون تا 100 تا کوچه اون برتر داره میاد. به خواهر نازنینت بگو. ما اینجا آبرو داریم، لااقل به خاطر آرامش روح پدر بزرگوارمون هم که شده دست از این خاله زنک بازیاتون برداری.
داداش جان تو که خبر نداری این زنی که بی چاک و دهن داره قتل پدر عزیز ما رو گردن ما میندازه، اونم فقط برای لاپوشونی کردن گناه خودش. تازه جالبه همونطوری که پدر ما رو گول زد الان میخواد سر کاراگاماتی رو گول بماله و آلت دست خودش من دختر بی حیا معلوم نیست چی چیز خود کردی باباتون بیا اینجا ببین. خانوم ها تقاضا میکنم، من فکر میکنم این صحبت ها الان به نفع هیچ کس نباشه. ببینید پلیس تمام حساب های بانکی و تمام شرکت های مرحوم میرزاده رو پلم و بلوکه کرده. بله طبق تحقیقاتی که من انجام دادم اونا نمیتونن چیزی رو 100% ثابت کنن و نمیتونن تا شما اینجوری هم دیگر رو متهم میکنید این پرونده رو مختومه اعلام کنن. ببینید در نتیجه شما باید سالها دوندگی کنید بدون اینکه بتونید حتی 1 سنت از اون اموال رو جابجا کنید. آخرش هم هیچی به هیچی، عمر عزیزتون به باد هوا رفته، آبروی خانوادگیتونم بیشتر از این رفته. بله جالبه. به چه نکات خوبی اشاره کردید جناب متی. بله. اما جناب متی با توجه به اینکه شاهد هستین اختلافات خانوادگی ما چقدر بالا گرفته، راهکار شما برای حل و فصل این مسئله چیه؟ خیلی ساده است. بله خیلی ساده است. من پیشنهاد میکنم که هر دو طرف به پلیس مراجعه کنید و اعلام کنید که مرحوم میرزاده بله خودکشی کرده. بله خودکشی کرده. بله. نه آخه اصلا تو مرام و شخصیت پدر ما نبوده، اون جونشو برای بچه‌هاش میداد. من مخالفم، اصلا راه نداره. نه نمیشه. مرجان عزیزم جالبه که بدونی. جالبه. بله جالبه. من دیروز همراه با همکارم کاراگاه استریم با همسایه های پدر شما به صورت محرمانه گفتگویی داشتیم. همه اونها اذعان داشتن که رابطه اون مرحوم با شما 3 نفر، بله با شما 3 نفر اصلا خوب نبوده. جالبه. حتی یکیشون برای من تعریف کرد که شما مرجان خانم، بله شما مرجان خانم در آخرین جر و بحثی که با اون مرحوم داشتید با صدای بلند فریاد زدید که آرزو میکنم که بمیرید. جالبه. بله جالبه. چی دادی بابات؟ بله توجه کنید که اینها برای پلیس خیلی مهم و اساسی هست. بله جالبه. من پیشنهاد میکنم که بیایید این قضیه رو همینجا ختم به خیرش کنید تا جمع و جور بشه بره. والا دلیلی نداره که همه از اختلافات خانوادگی شما با خبر بشن. بالاخره هر خانواده‌ای یه اختلافاتی یه مکافاتی با هم دیگه دارن دیگه. والا جمعش کنید بره. جالبه. هی کاراگاه راکفورد، چرا پس از اینا نمیپرسی که با این وصیت‌نامه چیکار کردن؟ جالبه. وصیت‌نامه. جالبه. چیکی؟ مگه تو قرار نبود بیای اینجا در مورد وصیت‌نامه بپرسی؟ نقش اون که چرت و پرتا چه داری میگی؟ ژینوس عزیزم جالبه که بدونید من دیروز همچنین با رفیق منقل و بافور اون مرحوم هم گفتگویی داشتم. جالبه. بله جالبه که بدونید برای من تعریف کرد که اون مرحوم در آخرین بساط دودی که با هم داشتن به صراحت اعلام کرده که میخواد تمام اموالش رو به نام من بکنه دیگه مسلماً. نه خیر به خیریه ببخشید. جالبه. بله جالبه. اینجور که اون مرحوم خوش میگذرونده هیچ بعید نیست جاهای دیگه ای دست گل به آب نداده باشه. من نگرانم
تا سر کله وارث جدیدی پیدا نشده بیاین این مسئله رو جمعش کنید، ختمش کنید، بره. والا جالبه. از کجا معلوم؟ اینجور که اون مرحوم خوش میگذرونده، بازی با رویان مختلفی نشست و برخاست میکرده، جای دیگه دست گل به آب نداده باشه. همه چیز امکان پذیره. اینو در نظر داشته باشه. جالبه. من هم 100% با نظر شما موافقم جناب متی. جالبه. به چه نکات خوبی اشاره کردی. بیاین عاقل باشیم و منطقی. ما میتونیم با کمی گذشت و کوتاه اومدن مسائل رو بین همدیگه حل کنیم. ناسلامتی ما فامیلیم. حالا که اینطور شد، من فردا با وکیلمون تماس میگیرم و بهش میگم ما همگی حاضریم شهادت بدیم که پدر عزیزمون خودکشی کرد. باز میگه خودکشی؟ آخه داداش اونا نمیگن چرا اینو الان داریم به ما میگیم؟ یه بار تو زندگیش حرف جناب راست متی نظر شما چیه؟ چی شد؟ جناب متی ما اگه بریم پیش پلیس نمیگن چرا اینو الان داریم به ما میگین؟ آها چیزه، نگاه کن این چیز شده. آره میرید پیش پلیس و بهشون میگید که ما گذاشتیم بعد از خاکسپاری اون مرحوم اعلام کنیم که آبروی اون مرحوم حفظ بشه. بله حفظ بشه. چون چیزی توی دستشون نیست مجبورن که قبول کنن. جالبه. بله جالبه. خب حالا که این مسئله هم حل شد بیان گیلاسامون رو برداریم به یاد پدر عزیزمون همسر گرانقدر شما مامی جسی و آن مرحوم بنوشیم. یادش گرامی نور آقارتو نیمرو چیز شد اون نازنین کوش اون نازنین. جالبه. خب حالا که همه قبول کردین دعوا و مرافعه رو کنار بذاریم بیایم یه جشن آشتی کنون کوچیک بگیریم تا دوباره کانون خانوادگیمون گرمتر بشه. میبینم که جوجه هم آماده است. بریم جناب متین تا از دهن نیفتاده. بفرمایید قربان. جالبه. بفرمایید. جناب متی بفرمایید. یه 2 دقیقه صبر کنید من با شما کار دارم. مامی جسی شما هم بفرمایید. جالبه. مامی جون جوجه ها یخ میکنه زود بیاین. باشه چشمت یه جون زود بیاین. بی شرف کلک این ادا اطوار چی بوده خودت در بردی؟ از کی تا حالا برای من پلیس شدی؟ کاراگاه‌بازی در میاری؟ بابا شما خودت گفتی یه نقشه چیز کن. این بود نقشم؟ آره خب دیگه بابا نمیذاری که حرف بزنم. ببین نگاه کن من قبل از اینکه بیام خارج این تو ایران عاشق فیلم‌های پلیسی بودم. کلی کتاب‌های پلیسی سر آرتور کانن دویل، آگاتا کریستی، کلی شرلوک هولمز و پوارو اینا همه حفظم. عاشق کاراگاه دودو بودم. خیلی اصلا همه اینا رو اونجا کلی یاد گرفتم، یه چیزایی یاد گرفتم. بعد اومدم اینجا اینا بهم میگن متی شوته. شما توجه نکن من خیلی حالیمه. یه ذره نفس بگیر حالا دوباره بگو. بله من خیلی حالیمه. توجه نکن اینا میگن این متی شوته. من خیلی تیزم والا. نه خوشم اومد. بیا اینجا یه چرخی بزن ببینم. بچرخ. یه دستی باید به سر و رود بکشم. خب بیا بکش. منظورم اینه که یه 2 دست لباس واسط بگیرم از این وضعیت در بیار. سری میاد میچسبه. خب بیا بکش. ببین متی نه الان که نگات میکنم میبینم که خوب انتخاب کردم. واقعا باهوشی. آره الانم احساساتم بهم میگه که یه ذره
شاید هم یه کمی بیشتر نسبت بهت احساساتی شده. برای همین میخوام بیشتر از این بشناسمت، بیشتر با هم وقت بگذرونیم، بیشتر هم دیگر رو بشناسیم. فقط الان بیا بریم پیش اینا متوجه نشن. خب هیچی نفهمن. خب بیا بریم. بیا بریم. فقط این دختره مرجان، فقط دلم میخواد یه بار دیگه اسمشو بیاری. یه خط قرمز منه، اسمش به تغییر میزنم. مرجان کیه؟ با دختر کدوم؟ این چیزو میگه. این خواهر این مرتیکه موجیه رو میگه. بابا من اصلا از این خوشم نمیاد والا. این خودش میاد میچسبه به من میگه کارو گفت مرتی، کارو زهر ما رو کارو گفت مرتی. دختره چیزم بفرما سرد شد والا، خجالتم نمیکشه. دیگه بره گفته باشم و خط قرمزمه، اگر دست از با خطا بکنی